أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع این حلقه ما و این برنامه پیرامون آداب مجالس هست که در یک مجلس، در یک محفل، در یک جای یک برادر مسلمان یا یک شخص می نشینه، چگونه بنشیند و چگونه حرف بزند و آداب محفل چیست که یک انسان مسلمان باید رعایت کنه. پیرامون آداب مجالس هست بحث ما. از جمله آداب مجالس اینه که اختیار کردن جای مناسب. انسان وقتی که در یک جای جلسه میگیره، محفل میگیره یا مینشینه، وقتی جلسه میگیم، مجلس میگیم، از 2 نفر که در یک جا مینشینن تا 100 نفر تا بیشتر کمتر و بالاخره این را مجلس میگن، یعنی نشستن، جای نشستن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ایاکم والجلوس علی الطرقات. ما را متوجه میسازن، متوجه باشید، یعنی شما را میترسانم، بیم میدهم. یعنی این کار شما کار خوبی نیست که شما جلسه داشته باشید و نشست داشته باشید بر سر راه ها. یعنی برای یک مسلمان نمیزیبد که، خصوصا برای یک جوان مسلمان، که سر کوچه نشین باشه، سر راه بنشینه. که امروزه متاسفانه در بعضی از مناطق دیده میشه جوانهای سر کوچه وسط راه و بالاخره نشسته هستن. از آنجا اگر کسی تیر میشه، خصوصا دختر مسلمانی تیر بشه، او را شروع کنن به آزار، به اذیت و به اینها. خود نشستن سر راه از ادب به دور هست. با چی برسه که او آزاری داشته باشه، اذیتی داشته باشه در عقب خود. به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: ایاکم والجلوس علی الطرقات. خیلی مسئله مهمیه. رسول صلی الله علیه و سلم بیم میدن، میترسانن. متوجه باشید شما از نشستن بر سر راهها و در وسط راهها و اینها. پس اختیار کردن جای مناسب از جمله آداب محفل و مجلس و نشستن و اینهاست. دوم، سلام نمودن وقت دخول و خروج از محفل و مجلس. به یک محفل داخل میشیم، به یک مجلس داخل میشیم، در یک خانه چند نفر نشسته هستن داخل میشیم. از جمله آداب اینه که میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که از محفل و مجلس هم بیرون میشیم و خارج میشیم، باز هم اشخاصی که پیش روی ما هستن، کنار ما هستن، باز هم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از جمله آداب مجالس اینه که نشستن تا اخیر محفل و مجلس، به شرطی که آن محفل و مجلس مفید باشه. یعنی محفل را در وسط رها نکنید.
اگر محفل علمی بود، محفل که استفاده میشد، تا اخیر محفل بنشینید. یعنی رها کردن محفل که یک محفل علمی بود، یک محفل ذکر بود، یک محفل اسلامی بود، این از ادب به دور هست. انسان باید تا اخیر محفل بنشینه. بازم تذکر میدم به شرطی که محفلی بود که استفاده میشد. چهارم، جلسه و یا محفل باید موافق به شریعت باشه. وقتی کسی محفلی میگیره، جلسه‌ای میگیره، از جمله آداب محفل و مجلس اینه که وقتی تو برادر مسلمان رو دعوت میکنی، خواهر مسلمان رو دعوت میکنی، در اون محفل گناه باشه، معصیت باشه، تو خواهر مسلمان به گناه و معصیت دعوت کردی یا به محفل دعوت کردی؟ مثلا مثال بیان میکنم، عروسی های امروزی، شخص رو دعوت میکنن به عروسی، شخص به عنوان این که این عروسی هست، نان ولیمه هست، این عروسی یک سنت هست، مردم میآیند در اینجا غذا میخورن، اما وقتی شخص میره در اونجا میبینه گناه هست، معصیت هست. پس واقعا کسی که محفل داره، محفلش اگر گناه و معصیت بود، این دیگه نمیشه که بگیم انسان با ادبیه، انسان مؤدبیه. پس باید انسان آداب محافل و مجالس رعایت بکنه. دیگر این که وقتی که در محفل و مجلس شخص داخل میشه، هر جایی که جا هست بنشینه، نه این که بالاخره بره اذیت بکنه، این طرف را اذیت بکنه، این طرف را اذیت بکنه، در وسط اینا به زور خود را جا بده. نه، هر جا که جا بود، مکانی بود، در آنجا بنشین، از جمله آداب مجالس هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. این وقتی ما میگیم آداب محفل، آداب مجلس، همه برگرفته از قرآن هست، از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم است. یا ایها الذین آمنو اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. ای اهل ایمان، وقتی کسی برای شما گفت که، وقتی گفته شد برای شما که راه را باز کنید، تا اندازه جا بدهید، شما جا بدهید. وقتی جا هست چرا جا ندهید؟ در یک محفل یک شخص آمده کنار شما جا هست، می شود که در کنار شما نشست، اما چرا او را جا ندهید؟ فافسحوا یفسح الله لكم. وقتی شما راه را بروی بندگان الله باز کنید، الله سبحانه و تعالی راه را بروی شما باز میکنه. همچنین از جمله آداب محافل و مجالس اینه که در یک محفل، در یک خانه، در یک مکان کسی نشسته هست، حرکت میکنه، میره، ضرورتی داره بیرون، پس برمیگرده بیرون از محفل، بیرون از خانه. شخص دیگر وقتی میدانه و میفهمه که این شخص برمیگرده، در جایش ننشینه، از ادب به دور است. و جایی که شخص آمده نشسته ولی رفته، پس برمیگرده. پس باید این آداب رعایت بشه. در بعضی محافل و مجالس یک شخص بیرون میشه، شخص دیگر جا در جا میره، در جایش مینشینه، او شخص که برمیگرده جا برای خود نمیبینه. واقعا شریعت مقدس اسلام چی آدابی را رعایت میکنه؟ نباید او شخص در حضور محفل و مجلس چنان متحیر بشه که جای من کی نشست و من در کجا بنشینم، و یعنی سبب آزار و اذیت او شخص نباید یک انسان بشه. از جمله آداب محافل و مجالس احترام به بزرگان در محفل و مجلس هست. احترام به بزرگان که خود این احترام به بزرگان یک برنامه خاص داره، پیرامون آداب با همراه بزرگان، با همراه موسفیدان. پس در محفل و مجلس از جمله آداب محافل و مجالس اینه که ادب برای بزرگان و برای موسفیدان و اینها رعایت بشه. چگونه با اونها حرف زد و چگونه با اونها برخورد کرد و چگونه با اونها گفتگو داشت، همه اینها انشاءالله در جایش بیان خواهد شد. از جمله آداب محافل و مجالس متوجه با چشم و با گوش و با اینها، یعنی انسان باید متوجه باشه. در محفل و مجلس وقتی کسی حرف میزنه گوش کن، وقتی تو حرف میزنی متوجه حرفای خود باش. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که وقتی در خانه یک برادر مسلمان رفتید دیگه تجسس نکن، این خانه کیست، کجا بالاخره کی می نشینه، چگونه هست و به چی طریق، تجسس نداشته باش. از جمله آداب
محافل و مجالس هست. زیاد نگاه نکن این طرف و آن طرف را. از جمله آداب هست به اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شریعت مقدس اسلام در این راستا ما را متوجه میسازن. قرآن عظیم الشان میفرماید ولا تجسسوا. انسان تجسس نداشته باشه که در چیزی که برایش ارتباط نداره لازم نیست که او تجسس کنه و بیایه دنبال عیب یک مسلمان، عیب خانه مسلمان، عیب محفل مجلس مسلمان. اینها همه شریعت مقدس اسلام ممنوع قرار داده. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که در محفل و مجلس وقتی که رفتید در اونجا دیگه بعضی انسان ها چنان غضبناک و چنان عصبانی نشسته هستن که گویا که هیچ با این محفل و مجلس یا موافقت نداشتن یا با صاحب محفل و مجلس گویا که خدای نخواسته دعوا دارن. خیر، در محفل و مجلس وقتی رفتید تبسم داشته باش، خوشحال باش. وقتی محفل شادی هست، باز عکس از جمله آداب، وقتی در محفل غم و اندوه رفتید اونجا دیگه جای شادی و خنده نیست. هر مکان و هر زمان از خود تقاضاهای داره. باید که اینها را یک انسان مؤمن و مسلمان باید بفهمه و بدانه. وقتی به محفل مصیبت رفتید تبسم و خنده نداشته باش، وقتی به محفل شادی و سرور رفتید تبسم و خنده داشته باش. این از جمله آداب محافل و مجالس. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که در محافل و مجالس زیاد خنده نباشه، زیاد مزاح نباشه. خود خنده زیاد، خود مزاح زیاد، یعنی به اصطلاح امروزی یعنی شوخی های عجیب و غریب، اینها از شأن انسان میکاهد، از شأن انسان کاسته میشه. پس این آداب محافل هست. خصوصا و بالاخص از جمله آداب محافل اینه که یک جوان نباید با یک موسفید مزاح داشته باشه، شوخی داشته باشه در این راستا. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که در محفل و مجلس وقتی شخص نشسته صدای خود را زیاد بلند نکنه. بعضی انسان ها چنان حرف میزنن که کل او خانه و یا محفل و مجلسی که در اونجا نشسته هستن شاید از اثر صدای نازیت بشن، از اثر زیاد حرف زدن نازیت بشن. پس به اینه که آداب محافل و مجالس باید رعایت بشه. از جمله آداب در محافل و مجالس که بسیار نکته مهمیه اینه که در محفل همه بیدارن، در مجلس همه بیدارن، در یک خانه همه نشسته حرف میزنن، یک شخص خواب میشه. از ادب بدوره. خواب داری برو در جای دیگری، برو در خانه خود طلب عذر بکن. پس خواب شدن در محفل و مجلس از ادب بدور هست. انسان باید خواب نشه. همه صحبت میکنن، یک شخص بخوابه، این کار درستی نیست. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که شخص در محفل و مجلس رفته عجله میکنه. من کار دارم، من زود میروم. در این راستا اولا وقتی کار داشتید عذر خود را پیش میکردید که من عذر دارم نمیتونم آماده. وقتی آمدید مستقیم عجله نکن، تلاش نکن. شاید صاحب خانه غذا آماده نباشه، شاید صاحب خانه نتونه به اون سرعت غذایی که دوستدار دعوت کرده ترتیب بده. اما میتوانید پیرامون ارزش وقت، پیرامون جایگاه وقت، پیرامون قیمت وقت صحبت کنید تا اینکه صاحب خانه از لابلای صحبت ها متوجه بشه که وقت چقدر ارزش داره. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که در محفل وقتی نشسته هستید دیگران را با چشم خود، با زبان خود، با دست خود مورد استهزا و تمسخر قرار ندهید. چشمک و لبک نباشه طرف هم دیگر. قرآن اشاره میکنه ویل لکل همزة لمزه. چای جهنم از آنهایی که طرف هم دیگر چشمک و لبک دارن، برادر مسلمان خود را مسخره میکنن. یا قرآن آیه دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. نباید یک قوم دیگر را مسخره کنه. پس از جمله آداب محافل و مجالس اینه که احترام به همدیگر لازم و ضروری است. از جمله آداب محافل و مجالس اینه که
وقتی که در محفل و مجلس قرار گرفتیم، در اون محفل و مجلس دانستیم که سخنان پایین و بالا میشه که نباید به جای افشا بشه، به جای بیان بشه، راز او محفل را باید حفظ کرد، راز او مجلس را باید حفظ کرد. اگر این راز افشا شد، الله سبحانه و تعالی میفرماید این انسان خائن هست، والله لا يحب الخائنین. پس از جمله آداب محافل و مجالس، وقتی شخص دانست که در این محفل من حضور پیدا کردم، حرف گفته شده که باید حفظ بشه، حرف را این شخص باید حفظ کنه و به جای افشا نکنه. از جمله آداب محافل و مجالس. همچنین از جمله آداب محافل و مجالس اینه که بعضی اشخاص عملی هستن، یا با نسوار یا بالاخره با سیگار و اینها. اولا تاکید مبری هم عزیزان اینه که این اعمال نه به صحت شما فایده داره و نه به دین شما و نه بالاخره با روح و روان شما. هم نقص دین داره و هم نقص دنیا. تاکید می اینه که اینها را کنار گذاشت. اما کسی که کنار گذاشته نمیتونه، از جمله آداب محافل و مجالس اینه که تو کسی که نسوار میندازی، بیرون شو از محفل و مجلس، نسوار را استفاده کن. تو کسی که سیگار میکشی، بیرون شو و بالاخره بیرون از محفل این عمل را انجام بده. این خلاف ادب هست. دور از ادب هست که کسی در یک محفل و مجلس بنشینه، سیگار را دود کنه و دودارم به هر طرف و بالاخره برادر مسلمان خود را در اون محفل و مجلس مورد آزار و اذیت قرار بده. و همچنین از جمله آداب محافل و مجالس، از جمله آداب در محافل و مجالس اینه که در محفلی که شخص نشسته هست نباید در گوش همدیگر صحبت کرد، نباید آهسته آهسته صحبت کرد که دیگران فکر بکنن چی حرف هست. چون در محفل نباید نجوا صورت بگیره، گوش به گوش حرف بشه. بالاخره در این الله سبحانه و تعالی میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، در این خیری نیست الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اگر این به اصطلاح گوش گوشک یا گوش به گوش، این نجوا اگر در او امری بود که صدقه بود، الا من امر بصدقه او معروف، یا به خاطر امر معروف بود یا به خاطر کار شایسته انجام میگرفت، او اصلاح بین الناس، یا به خاطر اصلاح بین دو قوم، دو همسایه، دو شخص، دو فرد، دو خانواده صحبت میشد، مشکلی نداره. پس اگر پیرامون صدقه و پیرامون یک کار معروف و پیرامون اصلاح بین الناس نبود، باید از این انسان خودداری بکنه. در بعضی از محافل و مجالس میبینیم دو نفر کنار هم دیگر نشسته‌اند، آهسته آهسته با هم حرف میزنن که کل محفل تشویش میشن که اینها چی میگن و چی خواهد گفتن. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه آداب محافل و مجالس رعایت داشته باشیم. خداوند همه ما را در تمام امور دین مؤدب داشته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى.